آمریکا تاجیکستان را بر روی خط کشورهای وارد کرد که کالاهای تحریم شده از طریق آنها احتمال دارد وارد بازارهای روسیه و بلاروس شوند. به شهروندان روسیه اجازه داده می شود که از طریق گذرگاه‌های زمینی خارج شوند. سازمان گینتسید واچ از تعقیب بازداشت پامیریان اظهار نگرانی کرد. قرغیزستان شهروندانش را برای کار به کره جنوبی فرستاد. پرزیدنت ترکمنستان 26 وزیرش را از مقام برکنار کرد. وزارت مالیه آمریکا روی خط کشورهای را نشر کرد که کالاهای تحریم شده از طریق آنها احتمال دارد وارد بازارهای روسیه و بلاروس شوند. در برابر دیگر کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان نیز در این فهرست شامل می باشد. این سند از طرف شبکه مبارزه با جنایت‌های مالی و بیوروی صناعت و بی‌خطری وزارت مالیه آمریکا تهیه شده است. در این سند آمده است که کالاهای تحت نظارت می توانند به طور قانونی همچون مواد خام به این کشورها صادر شوند، اما صادرات بیشتری آنها به بلاروس و روسیه ممنوع است. مواد مورد توجه خاص شامل تجهیزاتی است که می تواند به هدفهای نظامی استفاده شود. گفتنی است اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حمله نظامی روسیه به اوکراین را که روز 24 فوریه امسال آغاز شد به شدت محکوم کرده علیه روسیه تحریم‌های جاری کردند. بسیاری از بانک‌های معروف روسیه، شرکت‌های بخش دفاعی، تاجران و سرمایه‌گذاران و مقامات بلندپایه از جمله خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحت محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. پس از لغو محدودیت‌های اپیدمیولوژی، قاعده‌های نوی ورود شهروندان خارجی به روسیه روی کار می‌آیند. نشریه روسی ایزوستیا با استناد به وزارت کارهای خارجی روسیه در این باره خبر داده نوشت که از 15 ایولی سال روان ترتیب ورود شهروندان خارجی به فدراسیون روسیه عملاً به حالت پیش از پاندمی برمیگردد. مسافران در اساس حجت‌های تصدیق کننده شخصیت و روادید روسیه می توانند وارد این کشور شوند. همزمان طلب پیشنهاد حجت‌های طبی که نتیجه منفی تشخیص لابراتوری برای کووید 19 را تصدیق می‌کنند اعتبار خود را نگاه می‌دارند. این طلبات به شهروندان بلاروس که توسط هواپیما می‌آیند دخل ندارد. علاوه بر این از 15 ایول به شهروندان روسیه اجازه داده می‌شود که از طریق گذرگاه‌های زمینی خارج شوند. سازمان گینتسید واچ نظارت نسل کشی یا خود گینتسید ضمن یک اظهاراتش گفته که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از سوی مقامات تاجیکستان تحت نظارت شدید قرار داشته تعقیب و بازداشت می شوند. اظهارات گینتسید واچ در پسمنظر حوادث خارق و ناحیه روشان نشر شد که در نتیجه سرکوب اعتراضها 10 نفر کشته و بیش از 200 تظاهرگر بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان اعتراضگران را اعضای گروه‌های متشکل جنایی نامیده‌اند که برای ناآرام کردن وضع در منطقه از خارج گویا دستور گرفته‌اند. اما ساکنان میگویند آنها تنها برای دفاع از حقوق خود به کوچه ها ریختند، زیرا ماه هاست که زیر فشار مقامات قرار دارند. مؤلفان اظهارات گینتسید واچ مقامات تاجیکستان را در جاسوسی، تعقیب و بازداشت پامیریان قومی متهم می‌کنند. آنها همچنین می نویسند که مقامات انتظامی تاجیکستان فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مسکو را ربوده اند تا آنها را به تاجیکستان انتقال داده به مهلت‌های طولانی زندانی کنند. تا حال مقامات تاجیکستان به این انتقادهای سازمان گینتسید واچ واکنش نکرده اند. قرغیزستان 92 شهروند خود را در دایره تفاهم نامه همکاری به کره جنوبی برای کار فرستاد. این زمان 2000 شهروند قرغیزستان در کره جنوبی کار میکند. در 15 سال آخر وزارت مهنت قرغیزستان در مجموع بیشتر از 5000 قرغیزستانی را برای کار به کره جنوبی ارسال کرده است. خدایبرگان بازربایف وزیر مهنت، حفظ اجتماعی و مهاجرت قرغیزستان گفته که این وزارت با ژاپن، بریتانیا و آلمان برای ارسال نیروی کاری سازشنامه امضا خواهد کرد. بنا به اطلاع رسمی 1,118,000 شهروند قرغیزستان در کشورهای خارج کار میکنند.
сардор бердимуҳаммадов президенти туркманистон дар ҳукуматаш тағйироти кадрӣ анҷом дода якбора 26 вазирро аз мақом барканор ва бархи дигарро ба мақомҳои дигар таъин кардааст. ин тағйирот рӯзи 8 июл сурат гирифтааст. ин бузургтарин тағйироти кадрӣ дар туркманистон баъди сари қудрат омадани сардор бердимуҳаммадов мебошад. сардор бердимуҳаммадов моҳи марти соли ҷорӣ сари қудрат омад. туркманистон ҳамчунин сафиронашро дар австрия, ҷопон, белгия, фаронсия, туркия, озарбойҷон, украина ва кореяи ҷанубӣ иваз кардааст.